سلام عزیزای دل، انشالله که همونطور خوب و جور و صحت و سلامت باشین. باز هم من رشاد انسان دوست از دریچه تلویزیون من در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، امروز به ده سبز آمدیم مخزن خرید و فروش زغال سنگ. ببینیم که زغال سنگ امسال چگونه هست و قیمت ها چطور است، مشکلاتی که اینا دارن چه قسم است و همچنان چند نوع زغال سنگ داریم، از کجا میاد این زغال سنگ. روی این مسائل امروز یک گزارش تهیه میکنیم برای شما. امیدوار هستم تا آخر ما را بیننده باشین و ناگفته نمانه که انشالله پیش مسئول عمومی یا رئیس اتحادیه زغال فروش ها هم خواهیم رفت و صحبت ها را می داشته باشیم. همراه ما باشین عزیزای دل. دوستای عزیز، این همی لحظه بار میشه زغال سنگ. البته این زغال سنگ هایی است که برای سوخت است، برای بخاری و اجزا اینا میسوزانن. دینمی موتر باربری به خیر اینا بار میشن و بعد انام به خیر به طرف فکر کنم کدام جای روان میکنن. باش که امروز همی کارگرها همیشه کلشان فکر کنم کدام جلسه دارن، امروزشان یک صحبت بکنیم. سلام علیکم بیادرا، چه حال احوال داری؟ ماشاءالله چه خوب قد داری آی صاحب. مجبور والا چی کنیم دیگه، است وطن است، خواه رقم مخلوق است، خرد است، کلان است، کارگر است. دارین؟ والا شکر است دوای سر. روزگار بخیر است ان شاء الله. بخیر باشه. امروز گرمی چطور است یا میگن دسب سرد است؟ دسب سرد است دیگه. دمی کارو که است مرق میکنیم کدام فهمیده نمیشه. نه باز آدم کارگر دیگه گرمی و سردی را یک ذره گرمتر باشه آدم کارگر خوب است. خوب است نه؟ بله بسیار خوب. از بگوین که چی میکنی خودت، مسئولیت چی است و چقدر وقت است که در این کار هستی خودت؟ والا در این کار 3 سال میشه در این کار هستیم. خب همین کار راضی هستیم. شکر. به این خاطر برادر یک 4 روپه خو غریبی میشه، یک روزگار خدا مهربان یک پردهداری میشه. دقیقاً. از این بگوین که چی میکنین شما اینجا؟ ما این زغال پایین میکنیم، بار میکنیم دیگه. خب کارگر هستین دیگه که زغال بار میزنین و پایین میکنین تو؟ بسیار خوب. گفتن 3 سال شده که هستی؟ 3 سال شده دمی کار میکنم. این کدام نوع از زغال سنگ است میفهمی؟ زغال در نام شیخه میگه از در یوسف است. خب از در یوسف است درست؟ در یوسف است. با سوختش چطور است؟ سوختش حرارتش بسیار خوب شه، از اینکه بهترین زغال دیگه حرارتی دیگه نیست. بعضی زغالا هستن که میسوزانیش هم تو میماندم داخل بخاری در نمیگیره. این خو از اون نیست دیگه. نه او زغالای کدام نوع است؟ او دنام تور است. خب او دنام تور است. حالی دارین از تور؟ نه از تور نداریم. به این خاطر همی تجارا مال خراب نمیاره، به خاطر همی تجارتی ما خراب نشه. به شک والا. از این بگوین که بازی این زغالا فقط برای سوخت بخاریا و خانه و فامیلا است یا یگان شرکت ها میبره از پیش ما به خاطر سوخت؟ اما خاک نرمه شرکت ها میبره، قد بادامیشی، قد خاک نرمه سفریشی. خب دیگه زیر خانوالا میبره. خب فعلا دیگه خب وقت بردن به خانه ها نیست چون زمستان نامده هنوز. نه میبره به خاطر امو کسایی که سرمایه دار یا پیسه داره به اصطلاح ما و شما، اما پیش از پیش در خود ذخیره میکنه. او کسایی که غریب و بیچاره است و یک سیر و نیم سیر و همین شکل از او بالا گرفته نمیتونه. از این بگوین که این چه قسم میده طور مثلا توتا میکنین با جبل است یا با مارتور است یا کدام ماشین است؟ نه این از معدن که میکشه مردم قدم نولی کلنگ قشانه خود کار میکنه. والله بشک. ماشین و گپا نیست. خب این چی است؟ این ریگریشن است. خب این ریگریشن است. صفری شلاید میکنه، نخوتی شلاید میکنه دیگه، جغل شلاید میکنه، کلان میشه. بالا میاد دیگه درست؟ بالا میکنه دیگه. خب کلان میاد از بالا چه رقم؟ اینجا که میندازنه همین تو میره بالا، باز اونجا جدا میکنه، نمیشه اون طرف میره، نمیشه اون طرف میره، نمیشه طرف میره. صفریش یک طرف میره، جدا میشه. یک طرف میره، بالاش یک طرف میره، کلانش یک طرف میره، این سرکنجش یک طرف. بسیار خوب. باز این که مرحله آخرش دیگه اینمی است که بار بزنین در موترها. بار بزنیم میره دیگه، کسی که خرید کنه بار میزنه، مرحله آخرش میست. خب دوستا شما یک چند تصویر از این کارگاه ببینین. فعلا فکر کنم وقت نانشان از دیگه که فعالیت نیست فعلا. فعلا از کارگرای عمل در کار است، این میگری که موتر بار میکنه.
اینی چی است که سرش ترپار کش کردی؟ این همین زغالا را ذخیره کرده به خاطر هفته و نسازن همین بوجی را. خب خراب میکنه بوجی را دیگه. بوجی را خراب میکنه دیگه کدام مشکل نیست. خب فکر کنم بوجی آماده است دیگه برای فروش دیگه. برای فروش آماده بوجی. خب همون میریم دوستا میبینیم که بوجی ها چه قسم است و چند سیره میبره بوجی. همون تو همراه ما باشین دوستا. خب دوستای عزیز اینجا دیگه راه نیست ما مجبور سری بوجی هم تو برم پیش دوستای ما که چی میکنن یا نفت مال از بسم الله والا بسیار سخت ها مسئله باچه کابل است یا باش که من همراه بچه های کابل هم یک صحبت کنم. سلام علیکم. چی حال احوال داری؟ خیرتی است؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی. چی میکنی اینجا تو خودت؟ اینجا سنگ زغال اینجا بوجی میکنن در ریشم. خب بوجی میکنن. هر بوجی از این چند سیر هسته؟ هر بوجی از 45 کیلو میآید. 45 کیلو؟ باز چند میتونم یک بوجی از این؟ این بوجی که نیست تونکی ستونی 50 روپیه از پرو چندان و کلی چیز داشت. خودت 50 روپیه میگیری که پر کنی دیگه. خب تون است چی نیست. خب یک تونه چقدر پر میکنی خودت؟ یک تون 42 سیر میآید. 42 سیر میآید. 142 سیر. خب بازی را خودت که پر کنی چند میگیری مثلا یک تونه؟ یک تونه که پر کنی 50 روپیه میشه. 50 روپیه؟ یک تونش 50 روپیه. باز روزانه چند تونه پر میکنی خودت؟ روزانه یعنی 9 نفر 10 نفر هستیم یک 30 تون شاید پر کنیم. 30 تونه؟ ماشاءالله. خب از اینجا می زغال برای شما باز پر کنی؟ خب اینجا دن بوجی میگیریم پر میکنیم. خب اما تو دیگه که میای شما بوجی را میگیرین و پر میکنین نه؟ بوجی را تو میگیریم پر میکنیم گیری میزنیم اینجا اندر میزنیم اینجا. خب بسیار خوب. تو شده که یگان بوجی یک شب بری خانه؟ نه نمیمانه. میبینه تو نه؟ طلای سیاه خودشی. خود طلای سیاه گفته خودت. بله. خب چقدر وقت میشه که هستی اینجا و کار میکنی کاکا جان خودت؟ یعنی اگه هفته میشه دیگه تونو دخاو بود ریگریشن دیگه. دخاو بود؟ تونو دخاو بود دیگه کار شروع نبود دیگه. خب دیگه اینمی هفته نو شروع شده کار؟ همین هفته نو شروع شده. منظور می است که چند سال از خودت که اینمی کارا میکنی؟ نه منظوری است 10 سال کار میکنی. 10 سال است؟ ده بچه زغال پایین میکنیم ده. از کجا هستی؟ از بامیان هستیم. ولایت زیبای بامیان. ما یک چند وقت پیش رفته بودیم دیگه به کدام منطقه چی؟ والا ما رفتیم بند امیر باز رفتیم. اونجا بسیار خوب میگن جای دیدنی بود رفتیم دیدیم. منطقه ما در شکاری است فهمیدی؟ خب در شکاری هم میگن خوب یک جای سرسبز است. بسیار عالی. بازیجا خانه داری دیگه یا اتاق؟ اینجا خانه از واتگ است. خب فامیل هم اینجاست. فامیل هم اینجاست. خب شکر برو خوب است که هستن. مگه متور یک حال روز شده؟ والا خاک چنگ از تونوز ریگریشن چالان بود خاک چنگ بسیار بود نه خاموش کرد بوجا ما وقتی اومدیم که گل بود تگانه ما شما بدتر خاک چنگ بود سب رقم ابر دوام میخست دیگه نه سایک وگانه ما متاسف از این بات باز برتان نقص نمیکنه مثلا که والا بسیار نقص میکنه برای چی صحتتان نقص میکنه دیگه والا خود دیگه چرا یک چیزی در پوستتان نمیگیرین یک دستمال هر چی که بکنی کش میکنم تو رقمی چی بری شو میکنه دیگه والا راستی هم دوستان من خودم هم رفتم من کار کم مرگی پیدا کرده مرگی پیدا کدامش چطور مرگی پیدا کرده تو بیا اینجا قصه کنی کار میکنه کم مرگی پیدا کرده نام ازی هست خلفزیم خلفزیم چرا رقم چی میکنه که فکر میکنی مرگی گرفته لرزه میگیره خود با خود لرزه میگیره یک روز زغال میگیره زغال سنگ ما رو به موجود میزنه به گناه اویدا اینمی خلیفه تو میکنی کاکا نه مذاق میکنه بابا شوخی میکنه صحیح خب دوستا شما از این قسمت ها یک چند تصویر ببینین که تا وقت ما انشالله ببینیم که دیگه کی همراه ما صحبت میکنه و دوستای دیگه هم که اینجا کار میکنن همراهشون صحبت ها را ادامه میدیم.